سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 ینوار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گنرال شاه اسکندروف رئیس نویه رشت یک آرامخور بود. 48 نفر در دهه نویه شمس‌الدین شاهین پس از خوردن قروتوب زهرآلود شدند. همه منتظر تغییرات کادری اند. پسر 12 ساله مهاجر تاجیک به عذاب و عقوبت تاب نآورده خود را از خبت دوم بنا به زمین پرتافت. 210,000 را از خود کرد. بازداشت سرماسب بخش فرنگ شهرداری کولوب، سوختار در مسجد شهر وحدت و اکنون تفصیلات خبرها. گنرال محمد شاه اسکندرزاده معروف به گنرال شاه اسکندروف روز 24 ینوار سال 2023 در فیسبوک در یک واکنش به خبر بازداشت رئیس نویه غرم رحیم جان مقیمی با اتهام گرفتن پوره در چنین عملهای بد دست داشتن مقیمی را تصدیق کرد و او را یک آرامخور نامیده افزود است که مردم از پوره‌گیری رئیس نویه به داد آمدند. قسم به خدا راست است، یک آرامخور است رئیس نویه رشت. من گنرال شاه اسکندروف زاده امان منطقه هستم. مردم از پوره‌گیری رئیس نویه به داد آمدگی‌اند. رهبر دستگاه رئیس نویه به اجازت رئیس نفس نمیکشد. بسیار طرفداری نکنید، وقت نشان میدهد، نوشته است شاه اسکندروف. گنرال در ادامه بیت مشهور را اقتباس کرده است که قمچین خدا صدا ندارد، وقتی که زند دوا ندارد. 10 نفر زیر این اظهار نظر گنرال شاه اسکندروف تکمه لایک را زیر کردند و یک خطاب به او نوشته است چنین پوره‌خورها باید در محبس باشند. رفیق گنرال شاه اسکندروف در پاسخ به این کاربر نوشته است که حتما در نزد قانون جواب میدهد. فقط خداوند به آنها مهلت داده است، لیکن نه به منفعت آنهاست. هر کسی عمل بد کند حتما جزای بد میگیرد. بیشک و شبهه گنرال مایور محمد شاه اسکندروف معروف به شاه اسکندروف از انگشت‌شمار فرماندهان سابق مخالفین است که بعد پیوستن به ساختارهای حکومتی توانست نفوذ و جایگاه خود را حفظ کند. خبر بازداشت رئیس نویه رشت و رهبر دستگاه او را روز 23 ینوار از بین رسانه‌ها اولین شده پایگاه خبری بامداد نشر کرد. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان صبح دوشنبه 23 ینوار سال 2023 رئیس حکومت نویه رشت در شرق جمهوری مقیم رحیم جان نبیزاده و رئیس دستگاه او ارتیقوف خول محمد را با اتهام گرفتن پوره دستگیر کردند. رحیم جان مقیمی و رهبر دستگاهش تقریبا یک ماه باز با اتهام غیر قانونی فروختن زمین‌ها تحت کارکرد فوری از جانب کارمندان اگنتی قرار داشتند و یک روز قبل یعنی 22 ینوار سال 2023 رهبران اگنتی شخصا از پرزیدنت امامعلی رحمان برای گذرانیدن عملیات بازداشت رئیس نویه رشت اوکی گرفتند. 48 نفر در دهه نویه شمس‌الدین شاهین پس از خوردن قروتوب زهرآلود شدند. حادثه روز 24 ینوار سال 2023 هنگام مهمانی در دهه چگم روی داده است. مقامات گفتند قضیه را تحقیق دارند. 25 نفری را که احوالشان بد است به بیمارستان کسلی‌های استراحتی کولوب بردند. دیگران در شفاخانه محلی معالجه میگیرند. پزشکان هنوز دقیق نکردند که سبب زهرآلود شدن ساکنان چیست. شرف رستموف سردار ریاست تندرستی در منطقه کولوب روز 24 ینوار گفت در این باره دیرتر معلومات خواهند داد. حادثه در خانه یک ساکن دهه چگم نویه شمس‌الدین شاهین و هنگام روی داد که همبیگانش را به خوردن قروتوب دعوت کرده بود. زهرآلود شدن ساکنان از خوراک بارها اتفاق افتاده، فاجعه ها نیز در پی داشته است. در آخر سال گذشته یک خانواده در ناحیه جبا رسول و ولایت سوخت پس از استعمال میوه و سبزیجات کنسرو شده زهرآلود شدند. در این حادثه عمر نسا کریمووی 58 ساله و دخترش محرمه کریمووی 30 ساله جان باختند. 24 ینوار سال 2023 در بنای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان به کار خود آغاز نمود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت در کار این مجلس که آن را مجلس سالانه حکومت نیز مینامند، رهبریت و اعضای حکومت، دستگاه پرزیدنت، واحدهای ساختاری آن، رهبران مقامات مرکزی دولتی، اداره‌های مربوط به پرزیدنت و حکومت، رهبران کارخانه و مؤسسه‌های جمهوریوی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و نویه‌ها، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و سهامی، روزنامه و مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول
اشتراک دارند. بنا به اطلاع رسمی در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نشان دهنده های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2022 و وظیفه های اساسی برای سال 2023 معین کرده می شوند. مجلس سالانه حکومت طبق عنعنه با حسابات سروزیر قاهی رسولزاده درباره نتیجه های رشد اقتصادی کشور در سال 2022 آغاز یافت، اما مجلس های سالانه حکومت بیشتر با تغییرات کادری که در جریان این مجلس و بعد آن صورت میگیرند در یادها میمانند. در سالهای گذشته موردهایی هم بود که پرزیدنت امامعلی رحمان رهبران و وزیران را در جلسه سالانه در بین همه احجاج خیزانده سرزنش میکرد و حتی از تالار جلسه به شما جواب گفته پیش میکرد. انتظار میرود که امسال نیز در روز جلسه سالانه حکومت و بعد آن در ترکیب حکومت تغییرات کادری صورت بگیرد. از جمله انتظار میرود فرمان برکناری رئیس نویه رشت رحیم جان مقیمی صادر شود. مقیمی و رئیس دستگاهش خال محمد ارتقوف یک روز قبل از جانب کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا در حجره کوریهشان با اتهام گرفتن $10,000 پاره دستگیر شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 24 ینور سال 2023 خبر داد که روز 23 ینور بر اثر آب و هوای بد روزهای آخر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان دو حادثه ناخوش رخ داده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده شام 23 ینور تقریبا ساعت 18:20 مرد 36 ساله ساکن دهه بدز بالای جماعت برواز نویه راجقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان هنگام اعزامچینی در کوه در پیراهه یخبسته کوهی لغزیده افتیده است و سرش به یخ برخورده است. این ساکن بدز بالا بر اثر جراحت برداشته‌اش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. در این رابطه کمیته حالتهای فوق‌العاده یادآور شد که از قبل ساکنان را هشدار داده بود که برفریزی و سردی‌های اخیر باعث یخ بستن راه‌ها می‌شوند و به این دلیل کمیته از ساکنان خواسته بود که خیلی هوشیار باشند و احتیاط کنند. بنا به گزارش دیگر کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برفریزی‌های شدید روزهای اخیر خطر فرو ریختن ترمه‌ها و سنگریزی را در مناطق کوهستان جمهوری خیلی بالا بردند. از جمله صبح 23 ینور سال 2023 ساعت 08:20 در حدود دهه وسیع جماعت برتنگ نویه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان سنگ زیادی از کوه فرو ریخته باعث ویران شدن خانه‌های استقامتی 3 ساکن این ده شده است. خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندیده است. کمیسیون حالتهای فوق‌العاده نویه روشن حجم ضرر رسیده بر اثر این آفت طبیعی را معین می‌کند. در رابطه با سطح بلند خطر فروریزی سنگ و ترمه و سیل‌ها کمیته حالتهای فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که چاره‌های بی‌خطری را رعایت کرده در این روزها در مناطق کوهستان و دامنکو از چراندن چاروا در چراگاه‌های کوهستانی، سیر و گشت در کوه‌ها و شکار و ماهیگیری قطعاً خودداری ورزند. کمیته همچنین از ساکنان خواسته است که از سفر به منطقه‌های خطرناک خودداری کنند و رانندگان در راه‌ها سرعت و فاصله بین واسطه‌های نقلیات را قطعاً رعایت کنند. اگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان روز 24 ینور سال 2023 از انجام تفتیش پیشکی تصدیق فکر عیبدارکنی و برای مهایتاً بررسی نمودن به دادگاه ارسال گردیدن پرونده جنایتی عبدالعلیم شریپوف سرمحاسب بخش فرهنگ شهرداری کولوب و در یک وقت سرمحاسب مکتب میانه رقم 34 خبر داد او به تصرف قریب 202,000 سومونی یا $20,000 مبلغ‌های بودجه عیبدار می شود. مرکز مطبوعات اگنتی در شرح پرونده گفت شریپوف عبدالحلیم اولیموویچ در وظیفه سرمحاسب بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب و در یک وقت طریق شرطنامه‌ای در وظیفه سرمحاسب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 شهر کولوب کار فعالیت نموده در دوام فعالیت کوریش با مقصد تصرف مال و ملک غیر در یک چند حالت با راه ساختکاری مبلغ عمومی 202,000 سومونی را همچون مزد مهنت به صورت حساب کارد پلاستیکیش انتقال داده است. سپس شریپوف مبلغ ذکر شده را نقدی نموده آن را با راه از آن خودکنی به تصرف خود درآورده است و در نتیجه با این عمل غیر قانونیش به دولت به مقدار مخصوصا کلان ضرر مالی رسانیده است. در رابطه با حالت مذکور نسبت به شریپوف عبدالحمید بر اساس ماده 245 قسم 4 بند ب و 323 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. این پرونده علیه به دادگاه سپرده شده است. به شریپوف بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ‌های دولتی همچون جزا و جریمه به اندازه
از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای صبح یا محروم ساختن اساسزادی به مدت از 10 تا 15 سال و بر اساس ماده 323 برای ساختکاری خدمتی جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای صبح یا کارهای اصلاحی مهنتی به مدت از 1 تا 2 سال یا محروم ساختن اساسزادی به مدت تا 2 سال تهدید میکند. ولی تجربه دادگاهی تاجیکستان نشان میدهد که در اکثر مواردها منصبداران با پوره یا برای تصرف مبلغها به دست افتاده در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری جنایتی آزاد کرده می شوند. شب 22 و 23 ینور سال 2023 مسجد واقع در کوچه عبدالله ذکری شهر وحدت به کام آتش رفت. به گفته شاهدان سوختار تقریبا ساعت 2 شب از دروازه مسجد آغاز یافته خیلی زود تمام بنا را فرا گرفت. در سوختار مسجد شهر وحدت کسی آسیب ندیده است ولی مردم اینک 2 روز باز به تازه کردن عاقبت‌های سوختار مشغولند. مسجد واقع در کوچه عبدالله ذکری شهر وحدت برای 1000 نمازگزار ساخته شده یکی از بزرگترین مسجدها در منطقه به شمار می رفت. این مسجد سال 2013 بازسازی شده بود. ساکنان میگویند فرضیه معمولی رسش کوتاه ناقل‌ها همچون سبب سوختار در این مسجد شاید کار نآید، چون که چند روز باز با وجود ادامه سردی‌ها نیروی برق را در اکثر مناطق تاجیکستان شبانه از ساعت 22 تا 5 صبح خاموش میکنند. تاجیکستان اینک 2 هفته باز با سردی‌های برای دست کم 15 سال آخری به سابقه روبرو شده است. در این روزهای سرد از تاجیکستان قریب هر روز درباره سوختار در خانه‌های مردم و انشاءات دیگر از جمله در مسجدها خبرها به دست میرسند. تنها در یک هفته آخر دست کم 2 مسجد در تاجیکستان به کام آتش رفتند. هفته گذشته مسجد 5 وقته دهه چمنستان در جماعت سامان در کنار شهر حصار دچار سوختار شده بود. گفته میشد که سوختار در مسجد از فرش گرم آن سر زده است. کارمندان پلیس شهر کالینینگراد روسیه یک شهروند 33 ساله تاجیکستان را برای با تناب یا شنور و قاشق سوزان بیرحمانه عذاب و عقوبت دادن پسر 12 سالش بازداشت کردند. کودک به این عذاب و عقوبت تاب نآورده خود را از قبت دوم بنا به زمین هوا داده است. این کودک نیموریان و گریان را راه گذران در کوچه دیده به پلیس خبر دادند. این کودک حالا در بیمارستان است. درباره این حادثه روز 24 ینور سال 2023 خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت کالینینگراد خبر داد. بنا به گزارش پلیس نویه مسکو شهر کالینینگراد نسبت به یک شهروند 33 ساله تاجیکستان که در روسیه بود و باش قانونی دارد، بر اساس 2 بند کودکس جنایتی روسیه ماده 156 اجرا نکردن عهده‌داری‌های پدر در تربیت فرزند و قسم دوم ماده 115 قصداً رسانیدن آسیب سبک به سلامتی پرونده جنایتی گشودند. در اطلاعیه پلیس گفته می شود معاین کرده شد که گمان بر شونده به کودک آزار جنسی رسانیده است. او به طرف کودک پولت تلویزیون را پرتافته به پشتش با تناب یا شنور حدود 20 ضربه زده است. همچنین قاشق خوراکخوری را در پلیت گرم کرده برای دستانش مانده است. این کودک سال تولدش 2010 به خاطر نجات خود از ادامه مجازات خود را از قبت دوم بنا به زمین پرتافته است. حالا او در بیمارستان است. پدر کودک از جانب کارمندان پلیس دستگیر کرده شده است و حالا در تحقیقگاه قرار دارد. تفصیلات دیگر قضیه آورده نشده است. معلوم نیست که این پدر تاجیک برای چی گناه پسرش را چنین بیرحمانه جزا داده است. به این قضیه ریاست تفتیشات ولایت کالینینگراد نیز توجه نشان داده از دادستانی ولایت خواسته است تا تفتیش این پرونده را به آنها سپارند. به این شهروند تاجیکستان تا 2 سال زندان تهدید میکند. 22 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه راننده اتومبیل بارکش تمغه دولان موسیکوف عبدالجلیل سال تولدش 1985 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت در راه اتومبیلگرد 5 پایان دوشنبه در حدود جماعت دیهات خیلورد نویه بلخی اتومبیل خود را در مرکز خط راه در بالا ذکر شده قرار داده است که در همین وقت اتومبیل تمغه اوپل استرا تحت اداره راننده خالقوف عبدالجبار سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیهات خیلورد امین نویه آمده به قسمت قفای اتومبیل برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه اوپل استرا خالقوف روحمو سال تولدش 1971 ساکن جماعت دیهات خیلورد نویه مذکور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگری همین اتومبیل خالقوف کریم جان سال تولدش 1969 و
نوبالغ خالق و خدیجه سال تولدش 2017 ساکن همان جا جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه دنقره با عریضه مرد 43 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 19 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 16:00 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی از دکان زرگریش واقع در بازار مرکز ناحیه دنقره 2 عدد گوشوار طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 2330 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 29 ساله ساکن شهر نورک که پیش با ماده 200 قسم 1 کد جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه ونج با عریضه مرد 35 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که 23 ینور سال 2023 تخمینا ساعت 2:30 شخصان نامعلوم با طریق پنهانی از اتاق کاریش یک عدد تلفن موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 4400 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، زن 41 ساله ساکن همین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کد جنایی جمهوری تاجیکستان نسبت به مرد 60 ساله ساکن شهر خوجند آغاز کرده شده است که او ماه ینور سال 2023 به طریق پنهانی از نقطه تعمیر واسطه‌های نقلیات واقع در جماعت دیوت اونچی تجهیزات گوناگون را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 10,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.